پیغمبر میتونست که چیکار کنه؟ اگر یک خواهش کنه ای پروردگار همه کافران نیست نابود میکردم خیلی است. نه که در حقشون دعا میکرد خداوند هدایتشون کنه امروزشون بگردن. بچه‌ها جنگ کرد. خداوند یگام گپی محمد صلی الله علیه و آله اتکاز نمیکرد. بچه‌ها جنگ نمیکردن کو. آخه خیلی آخه بعد جنگید. آخه جنگید. نه که ای خود طلب نکرد کو بخیزین بزنین مرا بکشین. کلمش که فهمیدش اگر پس گپی مخامات دروغ است؟ او اکر. مخامات رو تانسیا گپتون دروغ بوده. خیلی گپ نیست که باید دیدت را بعد حرمت کنن. باید در حد حق رفتی اکر نترس. خب بفرما. میکروفون مگیرم. سلام علیکم اکر. بیا بفرما. سازین خوبه نکه؟ میشه وقت درست کن. میشنوی نکه مرا؟ و میشنویم گبزن. اکا جون. برای چی اگر برای هیروس رفتن در کار کج خیلی رفتیستیم؟ کی؟ امی مو. کی؟ خیش مو رفته شدیم مو نرفته شدیم. شما این قجامنور از سوریه روی کردین جهاد روی کردین مرد در اومدن یا چه نگردوندین؟ نمیشه که اکا. شرم من نمیدونم. بسته من خدم کورمانی دولت مکه. ای خدا من گلمراد حلیم فهمم شما بچه بزرگ گلمراد محکم کرد جو گپ بزنین که گلمراد حلیموف سلاح در دست از رحمانوف دفاع میکرد ما روانش کردم کی روانش کرد نه من نفهمیدی مقصدی مرا بس برای چی جوان نشد که نه مردم نرین اوسا نه بچه صبر کن برای ریش میگن برای سطر میگن که من شما میفهمونم که صبر کن برای ریش سطر نه تو صبر ریش سطر مود تمام ریش سطر اجازه دادگین همه چیز اجازه ای مردم ای زنک تا بیا براخی یا بر خب که ما گپ زنم که دیوانگری خنا کن مایلا بیو گوره می جکن شما می برین فقط دروغ میگین یا بر خزنه اوکی میگه که گپی حق سیخ میکنه اودما که گپای ما سیخ کنه ما فقط شما گپ میزنین میترسین نترسین ما خودم کارگاه دولت مکه چیکارگری اونو از رحمانوف ترسن که او بالای نه او پدر مادرشون ظلم میکنه چی با گپی حق یا که گپی حق بگو ظلم نمیکنه گپی حق بگو که چیکارگری محمود دادینه برای چی بردن زندانش کردن کدوم محمود فودنفر همواره گفتیم من کارمندی دولتم محمود آدینایفا مهاجران میشناسن تو میگویی که کدوم محمود آدینایفا و کدوم محمود آدینایفا در دولت چی به دست با کوهتون نمیرین که برای کوهتون نمیرین در محمود آدینایفا بیا من برات شناس که محمود آدینایف در تاجیکستان چند حزب سیاسی است ما حفظش کار نخدم کارگرم ما برای خدم کس میرم مکه سوادی نمیدونی چیکار میکنی من کارمند دولت مکه ما داریم دولت کارمند دولت اخی بچه گوش کن کارمند دولت ما کارمند دولت ما اخی همین زبان ابدراری که بلیسی هموشم کارمند دولت میشه نه اخی شما ویدیو میکنین کارمند خیانت شما نخوب از این دولت خودتون بخیزید نصیحت کردن نمیتونین که یک لحظه همین جوونا ببینید روزی روزش همین خد اراخری در هر کره حرام در دزدی چی من میگم جوان دزدی نکنین برای راست برین عملای خوب عملای صالحه یک کاری خیر کردن یک کس برای راست هدایت کردن پگه میپرسد که خداوند کی دست برای چی هر یک لقمه میخریم خلاص غذا میخری انرژی میگیری پگه خداوند میپرسد که در چی صرفش کردی خب چی میگیم پگه چی میگیم میگم در دعوت چی با خلافت در دعوت حق در دعوت حق کی بخیزیم باید جمع کنیم برای چی اگر کارمندای دولت نصیحت نمیکنین چه پدر مادرها نصیحت نمیکنین که یا پدر مادرها دخواتون تا یوبکا بره نبرورین دخواتون لباسای تنگ نپوشونین برای چی رحمانوف من کرده شده است نه اکا جون این گپ دروغه بنام الله دروغه این گپ او گفت کسی که بس اکا جون ما در پروس اگر میگم که پارلمان چه نیست والله اگر گو در این دیسکول میدارم همه اون جوانایی که ریش دارن میکشمشون با خدا قسم نخورشید همین خلا برای کالیان پیوا بخری ای بر پدر نعلت این دیگه جو راست میگیره بازارو میره کرتای تنگ زدگی مناشکا کردگه میگم کلاش بکنم تورسی کی تناش میدم مناشکا تناش این غضب الله نیست که غضب الله نیست نه اخی من لیباس تنگ دموکرات مناشکا کنی ای بچه دموکرات لیباسا بکشم مناشکا کنن
ای بچه دولت یا نصیحت کنیم بچه را که ایسو گوش کن. دولتی ما دولتی دموکراتیه. خیلی ما مسلمان نیستیم که آخی اسلامی نیست دولت که تو قهرت میکنه و یک آدم دیگه تیوبکه میگرده. آخی انا برای چی گفته که زینا بسیار میشود شفاعت وقتی که میبینی هم خیلی است نه ما مرام باید برای روزی چی برای مکه در پیش رحمانوف تیوبکه میان پیشوازش میگیرن دیدی همون جناب هم نگفته ای خونش بکشه بیوراش ای خونه هم کس آورده بعد جنابت نمیتونه بگه که این مد لباس در پیش من نیاین نمیتونه بگه من ایتن او آدمو گپ نمیزنم که هر یک از ما ایتن خودم ایتن شما که نکنید نصیحت کنید مردم میگرده کورمندور اگه شما نصیحت کنید کورمندورم عقل داره نکه ما همون نصیحت کرده استیم زیغ نشه خودت حالی شما جمهوری دیگه بخیزین خلافت استیفا ده جوان میخزه با همراه میکشن پدر مادرش با چیکار میکنیم میکشه شو همین دعا کنیم اگر خوب نیست که خداوند خدا خوبش کنه با اویلا خوب نمیشه خوب نمیشه که من یک سوال دیگه میتونم همین دوره پیغمبر مونده پیغمبر میتونست که چیکار کنه اگر یک خواهش کنه ای پروردگار همه کافران نیست نابود میکنم خیلی است نه که در حقشون دعا میکرد خداوند هدایتشون کنه امروزشون بگردن بچه‌ها جنگ کرد خداوند یگام گپی محمد صلی الله علیه و آله اتکاز نمیکرد بچه‌ها جنگ نمیکردن کو آخه چی بعد جنگید جنگید نه که ای خود طلب نکرد گو بخیزین بزنیم میرا بکشین کلمش که فهمیدش اگر میقپی چون نصیحت شما میکرد بدین میدرو مرد پیغمبر خدا اگر میگفت که خدایا همین دنیا رو همش مسلمان کن دعاش قبول میکرد راست چرا دعوت کرد 13 سال در مکه دعوت کرد باقی رفت در مدینه جنگید شپید دیگه برای چی اگر دعا نکردیم نیست نابود چون کنن به خاطر که پروردگار اون ثمره اعمالش نشون بده به دست خودش ببینه که زحمت کشیدی و بالاخره زحمت تو تا به امروزه تو مسلمان شدگی هستی من زحمت بسیار میون میشکنه که میگه اگر عقل نباشه جان در عذابه او پیغمبر خدا بعد عقل نداشته نعوذ بالله وای دعا میکرد پروردگار که همه امت مرا برای راست هدایت کنی ما یگم شما ندیدم که شما یگم نصیحت سوز کنی نکه بخیزین بعضی دعوت بخیزین گوش کن کشیدی با عیسی آمدی گفتی پیغمبر خدا اگر میخواست خب پیغمبر خدا دعا کرد و دعوت کرد و حتی برآمد جنگ دندان مبارکش در یک غزوه شکسته شد خبر داری؟ و جنگید کو خود جنگید نه که باید برزید اسلام جنگید از شما برای وظیفه جنگید است نکه برزید اسلام جنگید؟ برزید اسلام جنگید؟ در کافیرا خدی برزید مسلمان خدی کافیرا که مسلمان شوند برای خاطر چی خستن برای خاطر چی اونا برزید اونها جنگید برای خاطر چی برای دین اسلامش دین اسلام دین اسلام اگر که دین اسلام که باشه چی میشوه دعوت اسلامی میشوه همه نشتیک میشوه عدالت میشوه وقتی که میشه دانستی اسلامت بزی نمیکنی کار بر خیر شریعتی نمیکنی خب عدالت میشید است خیر تمام زحمت های پیغمبر خدا به خاطر این بود که لیقوم الناس بالقسط تا که عدالت برپا شود و مردم دست بکشن از بت پرستی از عبادت اون بت ها دست بکشن همین خیلی است خب درست عدالت باید برپا شود خب و ما میخواهیم که در تاجیکستان عدالت برپا شود عدالت چی برپا شود بر جنگ نه ما جنگ در کجا ما مردم به جنگ دعوت کردیم بخیزین مردم بخیزین اگر ما در امیز خیلیتمون اگر ما پدر مادر خارقمون نصیحت کنیم جنگ نمیشه که آخی ما عبودی کرده استن کو ما کسی را به جنگ دعوت نداریم شما اشتباه کرده ایستین شما شاید مردم حوزه ما نمیفهمه که نمیفهمه جوانه حوزه نمیفهمن خیلی گپا که ما فهمانده ایستیم شون که همون روزی که ما 24 ساعت رولیکو شما رو تماشا میکنیم که لایک میمونی ما همش کامنتر نوشتگی همش ببینن خب لایک هم فراموش نکن اگر 24 ساعت تماشا کنید
خب میمونم ما نه که برای اگر همین گپی راست خاطر- باشه من بخدا زید ما- نیستم که ما برای همین خاطر مردم فهمانده شدیم که ای مردم، ما میخواهیم که پیش راه جنگ بگیریم. صلح در عدالت وطن ما و شود شما مردم در جنگ قرار داره. در جنگ کمر یک مردم شب ما که جنگ یک مرا بگو بست جنگ مردم ما با فقر است. فقر داره با مردم می جنگه. فقر داخل یک خانه می شوه، 5 برادر از خانه تیت پیت میکنه، یک تاش در ولادیوستوک، یک تاش در مسکو، یک تاش در ایجا، یگان تاش در داخل وطن نیستن. اون دشمن داخل ای می شوه. بیاخلی که ای بیاخلی چی ای به عقلیه؟ بیاخلی چی به عقلیه؟ ای بیاخلی چخیت اینا ما اولی که 1200 سومون که کور کسم شکنه خو میرسونه زن دارم مادر دارم اپا دارم با 1200 سوم روزم پیش رفته است که با 1200 سومون بعد ما یگم از لیوک نمیگیرم که یا مینوت ما یا سوال اینجا دو تا سوال بیرون شد. همین جوان گفت که ما تمام نوارهای شما رو تماشا میکنم، درست؟ خب برای چی امنیت دعوتت نمیکنه که چون در تلویزیون ممنوع تماشا کردن، کسایی را برن زندان کردن، چی خود در عثمان اومده که دعوت نمیکنن؟ نه انا بیست راست گفتی امی عزت امونم هیچ که دعوتش نمیکرد. اگر خیر میکرد تو خیر کی با ایوان چیکار داری نگیریز ای سوال نگیریز امنیت اینا ما سوال هم میورم که نه به پروکراتور گنرالی امنیت تاجیکستان یعنی چند روز پیش در استراوشن هم چند نفر جوان زندان کردن. برای چی؟ برای لایک گذاشتن، برای تماشا کردن. چرا خودت در آزادی هستی؟ ای عثمان اومدگی ما بعضی دعوت نخواستم. برای تمام نمیگم بعضی دولت کسایی که تماشا کردن نه برای تماشا ای گپ دروغه، ای گپ والله دروغه. از گپی حکومت تماشای آزادی این ده هوی میگم برماده است. ای گپ دروغه که پس گپی مخامات دروغ است؟ او اکر مخامات ای رو تونسیا گپتون دروغ بوده. ای خیلی گپ نیست که باید دیدت را بعد فرمت کنم. دولت هم میترسه. چخه به هیچ شما بر اودان سرما میکنی. حق در کوه دلیل در کوه که یا در کبه سودا ای یتیموف گپ دروغ بوده است. پروکراتورا این نفر میگه که شما دروغ میگه. این خودش گفته است. مطمئن باش ما همین رولی که با قایچی میکنم صورت ترا میمونم میگم همین نفر میگه که یتیموف دروغ میگویا. آن اگه شوبای پلیس میری مرده جواب میده در پیش یتیموف. باید در حد حق رفتی که نترس. شما چی من عزت امون ایتو میگه یت نمیده وجه اشتراک کنی. شما اشتگی در جای گرمک صبح جامعه بیچاره برن ایکورشون موندگی برین شما فقط فرمان میتین. نه تو گفتی یتیموف دروغ میگه، درست یا که نه؟ نه همون آدمی که گفته که ما رگیستان بودم برای تماشام چه برای تماشا طرف بودم. در اخبار گفته که مقامات گفته که در سایت وزارت کارهای رادیو آزادی گفت رادیو آزادی گفت نه در سایت وزارت کارهای داخلی از ناحیه استراوشن 3 نفر جوان به خاطر لایک گذاشتن و تماشا کردن خصوصا نوارهای گروه 24 زندان کردن. پس خیلی گپ مردم این خیلی گپ نیست.